بسم الله الرحمن الرحیم. با توکل به خداوند متعال و یاریگر رزمندگان اسلام و شکر به درگاه حضرتش که دشمنان را به دست فرزندان سلحشور شجاع و با اخلاص ملت در نیروهای مسلح مجازات می کند. در امتداد حماسه آفرینی های نیروهای مسلح کشور، عملیات پیوسته و مشترک موشکی و پهپادی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در موج 83 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام علیه اهداف دشمن آمریکایی صهیونیستی شامل مخازن ذخیره و انبار نفت اشدود، محل استقرار نظامیان ارتش کودککش صهیونی در شهرک مدعین، مرکز تبادل اطلاعات نظامی آمریکا در منطقه و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در الزفره و العدیری، آشیانه‌های نگهداری و تعمیرات هواپیماهای ترابری و پهپادها در پایگاه علی السالم، مخازن سوخت جت‌ها و جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکا و آشیانه تعمیرات و نگهداری سامانه پاتریوت در پایگاه شیخ عیسی با سامانه‌های برد بلند و میان برد، سوخت جامد و مایع، نقطه زن و سر جنگی چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی و پرسه‌زن به اذن الهی با موفقیت به اجرا درآمد. به دنبال بهره برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه‌های هوایی موجود در کشورهای منطقه، نیروی دریایی و هوافضای سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج 84 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا خیرالرازقین ضمن انهدام سامانه‌های دفاع ضد موشکی و نفوذ موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج، محل استقرار ناوگان سوخرسان و پشتیبان هوایی را مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند. در این اقدام ارزشمند چند هواپیمای پهن‌پیکر و سنگین سوخرسان و پشتیبانی دشمن منهدم و چند فروند نیز مورد آسیب جدی قرار گرفت. رزمندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس، هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. در ادامه عملیات پهپادی دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه پشتیبانی و بزرگترین مرکز حمل و نقل ارتش رژیم صهیونیستی در تل‌آویو مورد هجوم پهپادی قرار گرفت. همچنین نیروی پدافند هوایی ارتش یک فروند موشک کروز شلیک شده از هواگرد متخاصم آمریکایی صهیونی را در منطقه عمومی شمال غرب و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور هدف قرار داده و ساقط نمود. رشادت‌های جانانه، دلاورانه و غیورانه ارتشیان دلیر و سپاهیان سلحشور ادامه دارد. سقف اقدامات و تاکتیک‌های بی‌بدیل ما در این جنگ کف اقداماتی است که حتی به ذهنتان هم خطور نمی‌کند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.